چگونگی غسل ترتیبی. در غسل ترتیبی بعد از نیت غسل ابتدا تمام سر و گردن را شسته سپس تمام طرف راست بدن و پس از آن تمام سمت چپ بدن را به همین صورت می‌شوییم. رعایت ترتیب بین سر و گردن و نیمه‌های راست و چپ بدن لازم می‌باشد و چنانچه عمدن یا از روی فراموشی و یا ندانستن مسئله به این ترتیب عمل نشود، غسل باطل است. و برای آنکه یقین کنیم هر سه قسمت به طور کامل شسته شده است، باید در هر قسمت مقداری از بخش مجاور هم شسته شود. لازم نیست با دست بدن را بشوییم، بلکه همینقدر که با نیت غسل آب به تمام بدن برسد کافی است، هرچند رسیدن آب به وسیله دوش حمام باشد. نیت در غسل به این معناست که انسان بداند چه غسلی می کند و آن را فقط برای اطاعت از فرمان خداوند انجام دهد و لازم نیست نیت را بر زبان جاری کنیم. همچنین لازم نیست در هر غسل تنها قصد یک غسل خاص را داشته باشیم، بلکه می توان مثلا برای جنابت و غسلی که به خاطر دست زدن به میت واجب شده است و مثلا غسل مستحبی روز جمعه به نیت همه این موارد یک غسل انجام داد. مرحله بعد از نیت شستن سر و گردن است که در اینجا برخلاف مسح سر در وضو رساندن آب به پوست سر و شستن آن واجب است. البته شستن موهای بلند به نظر برخی از مراجع لازم است. همچنین باید توجه داشت موانعی که دارای جرم است باید برطرف شود، اما وجود چیزی مانند اثر حنا که تنها رنگ است و جرمی ندارد اشکالی ندارد. البته شستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود مانند درون گوش و بینی واجب نیست. پس از شستن سر و گردن نیمه راست بدن و بعد از آن نیمه چپ بدن را میشوییم. بهتر است که تمام ناف و عورت با هر دو طرف بدن شسته شوند. کلیه شرایط صحت وضو لازم است در غسل نیز رعایت شوند، از جمله پاک و مباح بودن آب، وجود وقت کافی، قصد قربت و غیره. البته طبق نظر اکثر مراجع معظم تقلید لازم نیست اعضای غسل از بالا به پایین شسته شوند. همچنین اگر بین شستشوی هر قسمت با قسمت‌های دیگر فاصله بیفتد اشکالی ندارد. مثلا اگر پس از شستن قسمتی از بدن آب قطع شود می توانیم بقیه قسمت‌ها را بعداً بشوییم، یعنی موالات در غسل لازم نیست. همچنین بدن باید در حال غسل پاک باشد. البته می توانیم نجاست بدن را در بین غسل نیز برطرف کنیم.